بدن انسان کامل نیست. یه سری نقصایی داری که مهم نیست چقدر تو خودتو تمرین بدی، چقدر ورزش کنی و سعی کنی اون نقصا رو برطرف کنی، هر کاری بکنی اون نقصا برطرف نمیشن. از مهمترین این نقصا میشه به تخم، نوک سینه و مقعد اشاره کرد که اگه یکی درست اینا رو فشار بده جونتون از تو بدنتون خارج میشه. و بدتر از تمام این نقص‌های ظاهری، نقص‌های باطنی و روانیه. مثل این نقص که یه نفر با دوستش بره رستوران و دوستش به صاحب رستوران پول بده تا عوامل رستوران واسه جمع بشن و دورت شعر تولد مبارک بخونن. مهم نیست کی یا چی یا چقدر خودتو گنده میدونی، باید از نظر ذهنی مشکل داشته باشی که بشینی یه همچین حالت وحشتناک روحی و روانی رو تجربه کنی و کامل هیچ چیزی نگی. جدیدن یه ویدیویی دیدم از یه مازوخیستی که $1000 توی لاس وگاس پول داده بود تا واسش یه استیک کاملا معمولی بیارن با یه سری آوازهایی راجع به خودش و فقط برای اینکه احساس خفن بودن کنه. نمیدونم، شاید هم فکر کرده بود که اگه این ویدیو رو داخل اینترنت آپلود کنه همه میگن که چه آدم خفنیه که $1000 بابت همچین آشغالی پول داده و خودشو گذاشته توی این عذاب وحشتناک. اینکه این یارو این همه پول ریخته آشغال تا مردم میتونی نگاهش کنن و کلی ذوق کنه رو به کنار، اینو اصلا میذارم کنار. دارم به این فکر میکنم که کل اون عوامل اون رستوران آموزش دیدن که وقتی که یه نفر $1000 بابت یه همچین آشغالی پول داد بیان اونجا هو 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 را بندازن که همچین مسخره بازی در بیارن. یکی از احمقانه ترین و مسخره ترین کاراست واسه کسایی که کمبود توجه دارن و میخوان کمبود توجه خودشون رو با $1000 استیک آشغال پر کنن.